خب خیلی ذوق دارم. درود به همه دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی عمو سینا. این اولین ویدیو یوتیوبمونه و امید بر این دارم که حمایت کنید، حمایتتون رو از من کم نکنید که بتونیم ادامه بدیم. امروز با دو بخش برنامه‌ای هستیم خدمتتون. بخش اول اینه که سوالای خیلی رسمی و جالب و قرار بپرسیم. عمو چطوری؟ مرسی. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من حسینم. امروز اومدم با عمو سینا که اولین ویدیو یوتیوب رو ضبط کنیم. برعکس ببینید، چون اولین ویدیو یوتیوبمونه قرار سوال بپرسه از من، بهتون جواب بدم. خب برعکس این ویدیو راجع به سوال و جوابهایی هست که شما از من پرسیدید. من توی اینستاگرام خودم، اکانت خودم که این زیر میذارم، کوئسچن باکس گذاشتم، گفتم که از من سوال بپرسید که بتونیم اولین ویدیومون رو بگیریم. بریم سراغ ویدیومون. خب عمو سینا، با اولین سوال شروع میکنیم. هدفت از یوتیوب زدن چیه؟ مانی. نه ولی جدا از شوخی، لحظات فانی که دارم و خیلی احساس میکنم جالبم، آدم خوبیم، پیش شماها این لحظات رو داشته باشم و همینجوری با هم بریم بالا، یه خانواده خوب داشته باشم که شمایی. همین دیگه، خواستم شما هم همراه با من بخندید، حال کنید. خب عمو سینا، یه اصل کامل بده بهمون که بچه‌ها و ما کلا بشناسیم. بنده سینا فتی هستم، مدال‌آور اسبق تیم ملی مویتای با افتخار. تو آستارا کافه دارم، صاحب کافی شاپ نامبر 1 هستم. یه آدم جالبیم، آدم خوبیم، باز دوباره میگم. من 19 سالمه. اصالتا اگر بخوایم ریشمون بریم، من ترکم، بچه اردبیلم. اصالتا اردبیل شاغل اردبیل شاقی قنا گراقی لا تام ناراحتم. خب برو بعدی. خب عمو سینا، بریم واسه سوال سوم. بزرگترین هدفت تو زندگی چیه؟ بزرگترین هدفم این باشه که من هدفامو تو یه چی نوشتم و نمیخوام کسی بدونه. یعنی برنامه ریزی میکنم که شد ببینید، نمیخوام بگم در واقع. حسین سری سوالا رو بپرس که من میخوام توی 8 دقیقه 25 تا سوال منتخب رو سری جواب بدم که وقتمون داره میره. عمو سینا، کشور مورد علاقت مشخص نیست؟ 100% ایران. خب عمو سینا، یکی نوشته کون. یعنی چی؟ خب من الان باید چیکار کنم؟ عمو سینا، یکی از بچه‌ها خیلی پیگیر بوده، پرسیده که قد تو چقدره؟ قدم فکر کنم 1.94 میشه، نه؟ ماشاءالله عمو سینا. آره اینجوری است. کسی که این سوالو پرسیده پسر بوده یا دختر؟ نمیدونم. یکاش پسر. عمو سینا، سیگار میکشی؟ بچه‌ها شاید خیلیتون باورتون نشه ولی من تا حالا دود تو ریه‌هام نرفته. این آشغاله. عمو سینا، رفیق صمیمی داری که از ته قلبت دوستش داشته باشی؟ برعکس، رفیق صمیمی من، اول اینکه من توی زندگیم رفیق صمیمی ندارم. چرا که من خیلی دیر اعتماد میکنم. خیلی دیرا، مثلا شاید بگید 1 سال 2 سال کافیه، ولی نه، 1 سال 2 سال هم منو رو نمیبینه. از اونجایی که گفتم من به کم راضی نیستم، حداقل باید 5-6 سالی بگذره من با یکی بتونم اون صمیمیتی که اون اعتمادی که هست رو ببینم ازش. متوجهی؟ جلب کنه. میخوام لقبشو بگم، شوشو صمیمی‌ترین رفیق منه که سالهاست با هم رفیقیم. از بچگی با هم بزرگ شدیم. من واقعیتش به هیچ کس اعتماد ندارم، به خود شوشو هم اعتماد ندارم ولی نسبتا میشه گفت حداقل به اون تعداد زیاد آدمی که اعتماد ندارم، مثلا شاید یه 3-4 نفر هستن که اعتماد، یه مثلا 50-50 اعتمادم بهشون. اینم شوشو هم که رفیق صمیمی منه، یه دونه رفیق صمیمی دارم، جزو اوناست. تا الان چند تا دوست دختر داشتی عمو سینا؟ بسم الله. واقعیتش تعدادشون نشمردم. همین. آره دیگه زیاده داداش. حالا خودم مثال بزن، چند تاشونو بگم. آره. چه بدونم. زهرا شاهین و اقدس. ولی واقعیتش آدم شدم، مثل قدیم دیگه چیز نیستم. قدیما خیلی واقعیتش شما از چشم شما دور که نیست. وان نایتی زیاد.
پشمام نمیدونستم آدم شدی. میگم هنوزم آدم نیستی. نه آدم شدم. خب برو برای سوال بعدی. عمو سینا جان. اگه روز بخوای مثلا بچه دار بشی دوست داری مثلا بچت پسر باشه یا دختر؟ سوال ببین به کجاها رفت برعکس. بچه‌ها دمشون میگن سوالای باحالی تر. آره اصلا یه روز فکر نمی‌کنم بچه دار بشم. نه یوبس نباش ناموسنجدی. یعنی چی بچه دار نمیخوام بشم داداش؟ فعلا آمادگیشو ندارم. آره فعلا. و همین. ماشین مورد علاقه چیه؟ ماشینی که واقعا از ته قلبت وای نمیدونید که خیلی دوستش دارم. یه روزی میخرم اینو توی جلوی دوربین میگم، یعنی خیلی آرزومه. آرزو که گفتنی یه روزی میشه میدونم خب، ولی خیلی دوست دارم. بنز تو فکر کنم میدونی جی-کلاس. آره. وای عاشقشم. حسین نظر تو چیه؟ نظر تو چه ماشینی؟ اوکی. من خودم با ماشینی مثل مازراتی خیلی حال میکنم واسه صدای. نه قیمت پایین ایرانی بگو مثلا. چیزی که مثلا ببین حالا این که آرزو و همیشه خواستن توانستن است خب، ولی این که مثلا چیزی که به نظرت راحت میشه بهش رسید و ایرانیه کدوم ماشین مورد علاقته؟ مثلا الان من خودم 207 عشقم واقعا، ولی بخوام بگم من خودم عاشق لامبورگینی ام. بچگی دوست دارم. چی 206 دارم؟ نه بگو داری؟ 206 داری تو داداش؟ 207 هم بیشور تو الان 206 داری منو آره نمی‌گردونی؟ حسین یه ماشین باز واقعا خوبیه و چون مثل من کسخله. حسین باشه رانندگی ما عمو سینا دیده بچه‌ها. آره ایشالله 206 تو میبینم. نه ولی جدا از شوخی خوش گذشت و من خیلی دوست داشتم این تریبون رو. تو چی حسین؟ منم خیلی حال کردم با چی ما رو معرفی نمی‌کنی خواننده؟ برعکس حمایت یادتون نره، چنل یوتیوبمون رو ساب کنید و زنگوله رو حتما فعال کنید و مهمترین موضوع مرگ مادرتون. خب مرگ مادرتون اولا حمایت کنید، دوما استوری بذارید برامون که یوتیوبمون قوی شه، تریبون داشته باشیم و مهمترین موضوع خاله هاتون، دوستاتون، ماماناتون، آبجیاتون، داداشاتون همه معرفی کنید چنل رو بکشید بالا. ویدیو بعدیمون قراره یه ویدیویی باشه که تو یوتیوب هیچ کسی نذاشته این ویدیو رو، پس حمایت کنید که من خواهشو دارم. دوستتون دارم خرگوشای من. حسین سری سوالا رو بپرس که وقت نداری. من میخوام سری این سوالای بابا چرا میخندی؟ یه بار حسین سوالا رو سری بپرس. حسین سری حسین کیرم دهنت. حسین سری سوالا رو بپرس وقت نداریم چون خودت داری اینجوری میکنی. ایرانمون رو ماها باید بسازیم، خودمون بچه خودمون. خوبم میدونی اون خوبیتون هست، همه رو دوست دارم. همم تو رو دوست دارم. آره. جالبش اینه من خب با خودم حال نمی کنم ولی حالا دیگه اینجوری هست. برو سوال بعدی. حسین خواهی مالی کی بکنی؟